سلام به بربکس، به چنل نصرالوان خوش اومدید. اومدیم با یه برنامه دیگه خیلی سریع، شروع سوبر واقعا خاصه. اومدیم یه ریاکت بریم به آهنگ تلو که مال شایی تلو از خلصه و کچ بیتس. از خلصه نه خیلی اوضاع خیته. There's a way to back catch beats. Oh my god. سیتونه بعد وله نفسی گرم کنم. اسپانسر این برنامه یاد بودن لایف فعلا بریم بیاییم. خب ما برگشتیم. پلی به شما کسی یادم تایم نره. اروبیکه الفاظ درتیکی که مشخص میشه چیه. میگه قاطی خوردم میکس حالی کلا نیست، یعنی کلا مثلا یک جور چی میگن همه چی رو قاطی پاتی خورده دیگه. آره دیگه، مثل آهنگ سیریش خودمون. سیریش آره سیریش هم داره میاد. خب سیریش هم همینجوریه غیر قاطی. خب بریم. اینجا که گفت سوبر نه امشب پارم، یعنی سوبر که میدونین چیه دیگه، یعنی مثلا هیچی مصرف نکنی فلان بهش میگن سوبر، ولی امشب دیگه سوبر نیستم. Susmaz gönlümün yarası çık gel anla. یواش اینا رو ببینیم نریزه فقط. خب اینم تبلیغات در لایف اینم اینجوری بذاریم که بهتر میشه. لیتا حالا کار ندارم به قافیه چین خوبیه، یعنی هم اولا که با قول پوتک اگه کلمه داغ ازش بگیری کلا دیگه بر رپ رو بذاری کنار، ولی در کل قافیه چین خیلی خوبیه، تکست نویس خیلی خوبیه، البته تو سبک کاری خودش و واقعا رو میتونم سواره. بعد یک چیز دیگه گفت تو گفت اسپانچ پولا واریز میشه، همون منظورش ارز دیجیتاله. میگه داره واریز میشه ارز دیجیتال، یعنی میگه آقا دیگه مثلا خرج مرجا مهم نیست چون پول واریز شد، یعنی خیال راحت بریم تلو یه خورده حالا احساس میکنم کیفیت آهنگ بالا نیست، یعنی بیت فراتر از اون چیزیه که صدا باید باشه و اگه دقت کرده باشی صدا زیاد آنچنان خوب به گوش ما نمیرسه. حالا یا دلیل بلندگوهای ما یا ولی این چیزی که من گوش کردم بلندگوهامون باشه، چون تو سیستمی که من گوش کردم صدا خیلی خوب بود. این تنظیم کنندش هم هلو یاسمی کچی بیت اومد بالا. اینجا یک حمایتی هم کرد از ترک بومباستیک خلصه، میگه اوزان بومباستیکه. اون آهنگ معروف خارجی هست میگه بومباستیک حالا گومباستیک شیطان تاستیک خیلی سخته ولی خب قشنگه. نظر اونجا زد. یکی دیگه هم که خیلی چیز بود گفت آیدی تو گرفتم فکر نکنی خبریه، من الان حالم خوب نیست قاطی خوردم میکس، ولی قرار نیست اتفاقی بعدش بیفته. این خیلی
هوا برای نداره. تو ترک سیلیش هم میگم همین بابا دست خوش نتاره چیدم هیچی جای تو اینجا یک توضیح میدی چون من از خود آرزا فهمیدم داستان چیه. اینجا که میگه هیچکس ابلیسه. خب یک ترک قدیمی اینا هنگ که میگه یه فیت هیچکس با حسین رحمتیه که اون زمان ابلیس بود، البته ابلیس دیگه الان نیست. یک ترکی داره هیچکس ابلیسه. این اینقدر میگه اینقدر قراقاتی زدن که رفتن تو فاز هیچکس ابلیس، با اینکه اینا اصلا کلا مخالف اون سبکان خودشون همیشه گفتن، یعنی از سبک خودشون زدن بیرون اینقدر که حالشون خرابه رفتن توی سبک دیگه. منظورشون اینه بشیم صداش جور نشده؟ میکس بالا بسام زده تو فال بسام حال مسیه دیگه داره اونجوری میره. میگم صداش جوریه. میگه زدم جوینو قلوب که نمیدونم کوکتل شده فلان. کوکتل هم که میدونین چیه دیگه. کوکتل همون حالت اون الکلون چی میگن بهش، اون تکیلاییه که توش میوه‌جات و نمیدونم از همه چی میریزن. دیدی تو مثلا حالت این شیشه‌ای که تو وانا درست میکنن، آب میریزن داخلش چیه الکل و اینا میریزن، بعد میوه هم میریزن و میکس میکنن. میگن کوکتل. اون بس دیگه میگن کوکتل. توش توت فرنگی داره همه چی داره، فلان داره و انواع ودکا داره، ویسکی. اون کوکتل نیست. کوکتل همون. خیلی باحاله، خیلی دوست دارم یه بار اینو تجربه کنم. ما هم میخوایم. تلا هم مدودی عوض شد. تکلیس هم زیر داره میره. تک وکال داره میره. خب بچه ترک تموم شد، ولی خب نکته آخرش که زیر میرفت صداش دقیقا صداش مثل اون آهنگی که هست اوزایما با شایعه تو اون سبکی میخوند. چی میخوند تو آهنگ؟ گفت چی؟ اوزایما رو ببین. نه خود چی میگفت؟ یه چیز هیچی داره، تکس هیچی داره. چیه؟ یه خود سخت. آره اونجا تو حالا خوش. اسم آهنگش چی بود؟ اوزایما رو بگو. اوزا دیگه شایعش رو حفظم ها که میگه اوزایما رو ببین، کاناپه راحتی شده پاتو بتی که چی بی تو بره بدم ما رو ببین. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ما رو همراه داشتین. خیلی ممنون از اسپانسر لایو. ولی خب ترکش به نظر من اگه بخوام امتیاز بدم از 10 بهش 6 یا 7 میدم. خیلی متوسط بود. کاری قوی تر از این خیلی داده بود، هم خود کچی هم خود لیتو کاری خیلی قوی تر از این داده. به نظر من نسبت به کاری قبلیشون خیلی ضعیف بود، خیلی ضعیف تر از اون. تو از نظر محتوا هیچی نداشت و دیگه آهنگ پارتی توره دیگه. آره من اگه بخوام لحاظ پارتی و مثلا عشق و عاشقیش بگی که من 9 بهش میدم. و این حافظی رو بریم. خب برسی که تا اینجا موفق و معید باشه آقا. ما رو پیگیری کنید، کلیپا داره، سابسکرایب همه رو داشته هر چی داریم از شما داریم. همین قدم که یه خورده دکور درست شده و اتاق درست شده و اینا، بعد روز به روز پیشرفت بشه. خب با حمایت شما موفق و معید. خدا نگهدار.